ها یا پارتیزان های جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 19 نوامبر در نتیجه یک شبیخون در وادی اندروپای ولایت بغلان یک فرمانده طالبان با نام مولوی نظامی را همراه با 5 جنگجوی زیر دستش به هلاکت رسانیدند. در این باره خبرگزاری روسی سپوتنیک افغانستان با نشر چند عکس فرمانده کندک قرمزی حرکت طالبان و دیگر جنگجویان کشته شده خبر داد. به گفته منابع این خبرگزاری، ماشین مولوی نظامی در نویه دهه صلاح وادی اندروپا دچار شبیخون چریکی های جبهه مقاومت شده است. در نتیجه زدخورد کوتاه مولوی نظامی و همه 5 جنگجویی که او را همراه میکردند کشته شدند. مولوی نظامی زاده ولایت قندوز بوده برای سرکوب کردن نیروهای جبهه مقاومت از طرف طالبان به وادی اندروپا سفربر شده بود. وادی اندروپا که 3 ناحیه ولایت بغلان را در بر میگیرد، در برابر ولایت پنجشیر یکی از پایگاه‌های اساسی جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود که به ضد رژیم نو طالبان می‌جنگد به شمار می‌رود. اکثر اهالی اندروپا و همین طور محور نیروهای جبهه مقاومت را تاجیکان افغانستان تشکیل می‌دهند. جنگجویان طالبان که در نیمه اول ماه آگوست در بین همگی چند روز قریب تمام قلمرو افغانستان را غصب کردند، تنها روز 7 سپتامبر 3 هفته بعد تصرف باقی قلمرو افغانستان توانستند وارد دره پنجشیر شوند و قسمت‌های وادی این ولایت را به دست بیارند. ولی جبهه مقاومت میگوید نظارت 23 دره کوهستانی پنجشیر و قسمت‌های بزرگی از اندروپا را در دستان خود حفظ کرده است. تاجیکستان از انگشت شمار کشورهایی است که از جبهه مقاومت و احمد مسعود پشتیبانی میکند و صراحتاً گفته است که اگر در حکومت نو افغانستان به تاجیک‌ها جایگاه شایسته داده نشود، حکومت طالبان را اعتراف نخواهد کرد. احمد مسعود که پشتیبانی فراگیرتر بین المللی از مبارزش به ضد طالبان را میجوید، در اول ماه نوامبر به مشهد سفر کرد و با رهبران روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای و والی سابق ایران اسماعیل خان ملاقات داشته است. درباره نتیجه های این ملاقات ها تا حال معلومات به دست نرسیده است.